با همه اینها کمیسیون قانون اساسی که به دستور کاترین با حضور 652 تن از نمایندگان اشراف، طبقه متوسط، کازاک‌ها و سایر اقلیت‌ها، البته بدون صرف‌ها تشکیل شده بود، پس از 200 نشست زیر بار منافع متعارض شخصی بزرگان فرو پاشید. در میانه سلطنت وی بر پایه قیام عظیم پوگاچوف نشان داد که اصلاحات رنگارنگ روی کاغذی با واقعیت یک نظام رعیت‌دار ناسازگار است. امپراتریس کاترین که بیم داشت شعله آشوب کل امپراتوریش را فرا بگیرد، فرمان به سرکوبی خونین داد و سپس با منشور اشراف در سال 1785 امتیازات اشراف موروثی را به تصویب قانونی رساند. او آزادی رعایا را که روزی آرمان خویش مطرح کرده بود و آینده نامعلوم حواله کرد. کاترین 29 ایالت روسیه را بازسازی کرد. حل و فصل مالیات ها را سر و شکل داد و بیش از 100 شهر جدید بنیاد نهاد تا رد پای دولت به دورترین مرزهای سیبری نیز برسد. گسترشی که نویسندگان معاصر غول بیدار شمال لقب دادند. در سیاست خارجی کاترین کبیر مسیری کاملا جاه طلبانه را پیش گرفت. در جنوب وی دو نبرد طولانی با عثمانی در سالهای 1768 الی 1774 و 1787 الی 1792 به راه انداخت و با پیروزی در هر دو جنگ موجب شد قوای دریایی روسیه به دریای اژه راه یابد. شبه جزیره کریمه در سال 1783 ضمیمه شود و پیمان یاش در سال 1792 خط مرزی روسیه را تا رود دنیستر به پیش برساند. او در مکاتبه با گریگوری پوتمکین ژنرال برجسته و از معشوقان با نفوذش رؤیای بازسازی امپراتوری بیزانس را مطرح می‌کرد. رؤیایی که اگرچه تحقق نیافت، اما سیاست روسیه مبنی بر یونانی سالاری در بالکان و قفقاز را حتی پس از مرگش بنیاد گذاشت. در غرب امپراتریس روسیه 3 بار به اتفاق پروس و اتریش لهستان را پاره پاره کرد. در نهایت کشور مستقل لهستان برچیده شد و روسیه تا دروازه ورشو پیش رفت. به گفته ویلدورانت، کاترین که اطرافش را نجبایی احاطه کرده بودند که مورد اعتماد او نبودند و دسیسه‌ها و بی‌نظمی‌های دستگاه اداری او را رنج می‌داد، نوع جدیدی از حکومت ابداع کرد که در آن اشاق پی در پی او مجریان امور حکومتی می‌شدند. هر یک از این اشاق در مدت محبوبیت خود نخست وزیر بود. کاترین جسم خویش را نیز به حقوق و مزایای مشاغل افراد می‌افزود، ولی در عوض خدمت با کفایت طلب می‌کرد. دست کم نام 21 تن از این مردان مشخص است که البته همگی آنان نخست وزیر نشدند. او تا اواخر قرن 18 و تا خزان 1796 در قدرت باقی ماند و مانند همه حکمرانان زمان خود اصول اخلاقی را تابع سیاست کرد. گذر از 10 توطئه بزرگ برای سرنگونی او را نسبت به همه چیز و همه کس بی‌اعتماد کرده بود. دورانت می‌افزاید سالها قدرت، درگیر شدن در شورش‌ها و جنگ‌ها و نوسان کردن در میان پیروزی‌ها و شکست‌ها او را عادت داده بود بی آنکه تعللی به خود راه دهد رنج‌های دیگران را تحمل کند و از استثمار ناتوان به دست توانمندان با این توجیه که علاج آن از امکانات او خارج است روی بگرداند. شاید پایدارترین میراث کاترین کبیر نه در فتوحات نظامی بلکه در هنر دوستی او باشد. در 1764 او با خرید یک مجموعه هنری از تاجری اهل برلین هسته اولیه موزه عظیم آرمیتاژ را بنیان گذاشت. وی تا زمان مرگش بیش از 3000 تابلوی نقاشی، صدها مجسمه کلاسیک، گنجینه از جواهرات و غیره را در تالارهای برفگیر کاخ زمستانی گرد آورده بود. نامه‌های امپراتریس با ولتر و دنی دیدرو که او آن دو را پیران نغمه پرداز خرد خطاب می‌کرد، نه صرفاً مکاتبات ادبی
بلکه تلاش دیپلماتیک برای نشان دادن چهره متمدن از روسیه بدنام در برابر نگاه بدبین غرب بود. در زمینه آموزش، کاترین با کمیسیون سال 1782 و سرانجام آیین نامه آموزش سراسری در سال 1786 مدارس دولتی رایگان را برای دختران و پسران متعلق به طبقات آزاد ایجاد کرد. در سال 1764 او مدرسه مخصوص دختران اشراف تأسیس کرد تا با آموزش زبان، موسیقی و رقص فرانسوی برای دربار جدید امپراتوری بسازد و همزمان نهضت ترجمه گسترده از متون اروپایی و روسی راه انداخت که بذر نثر ادبی مدرن روسیه را پاشید. سرانجام در تاریخ 7 نوامبر 1796 کاترین کبیر در سن 67 سالگی در اثر سکته مغزی درگذشت و سرزمینی پهناور را برای جانشین خود پاول یکم به ارث گذاشت. کاترین بیش از 34 سال حکومت کرد و روسیه را دگرگون ساخت. دانشگاه‌ها تأسیس کرد، هنر و ادبیات را گسترش داد، موزه مشهور آرمیتاژ را پایه‌گذاری کرد. کریمه را به روسیه افزود، نفوذ روسیه را در اروپا و دریای سیاه افزایش داد. قانون نویسی مدرن ایجاد کرد، نظام اداری را سامان داد. او با ولتر، دیدرو و اندیشمندان عصر روشنگری مکاتبه داشت و تلاش کرد روسیه را مدرن کند. زندگی شخصی کاترین پر از بحث بود. او روابط عاشقانه متعددی داشت، اما اغلب این مردان را به مقام‌های مهم می‌رساند. کاترین معتقد بود احساس نباید حکومت کند، اما می‌تواند در کنار آن زندگی کند. بسیار از شایعات تاریخی دربارش ساخته دشمنان سیاسی اوست. در دوران حکومتش شورش بزرگی به نام قیام پوگاچوف رخ داد. دهقانان علیه حکومت برخاستند، اما کاترین با قدرت نظامی آن را سرکوب کرد. این ماجرا با او فهماند که قدرت بدون کنترل فرو می‌ریزد. او روسیه‌ای را به جا گذاشت که دیگر یک کشور معمولی نبود، بلکه یک ابرقدرت جهانی بود. پس از مرگش نوشتند او زنی بود که از غربت امپراتوری ساخت. کاترین کبیر به ما ثابت کرد قدرت فقط ارثی نیست، ساختنی است، با صبر، هوش، مطالعه و جسارت. او نه فقط ملکه روسیه، بلکه یکی از تاثیرگذارترین زنان تاریخ جهان شد. برای شنیدن داستان‌های جذاب زنان تاریخ ساز جهان و افغانستان با کانال زنان تاریخ ساز باشید.